هلو گایز، چطوری بچه؟ من رضا امار هستم و خیلی خوش اومدید جدید ما. بچه ها امروز اومدم در 2 دقیقه یک ساخت اکانت بهتون نشون بدم و خیلی راحته. بچه ها اینجا وقتی وارد PS4 تون میشید اکانت هایی هست که حالا میای رو نیو یورسر. بچه ها پلی گوست اصلا نزنید، همین اولی رو بزنید و اینجا نوشته do not accept یا این دومی رو بزنید و اینجا کنارش اسکیپ رو بزنید. بعد اینجا به خاطر که میخوام بدون اینترنت بهتون روش بدم دیگه نمیتونیم تصویر زمین برش بذاریم. و حالا اینجا شما میتونید مثلا اسمی که مورد نظرتون انتخاب کنید، مثلا من میذارم رضا، بعد یه فاصله هم میدم که میگه نمیشه فاصله داد، فاصله رو نمیدیم و بنویسیم رضا امار. این از این. بعد این دایره رو بزنید، این رضا امار الان تیک خورد کنار اسممون، یعنی دیگه اسم درسته. و اینجا رو که میزنید اوکی که میزنید وارد اکانت جدیدتون میشید. اینم اکانت که یه ویدیویی هم درباره بازم گذاشتم، GTA 6، برین اونم نگاه کنید. و حالا اینجا که میخواید در بیاین، خب ببینید اینجا اکانت ما افتاده روش. مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردید بچه ها. لایک، کامنت، ساب یادتون نره، کاری نداره، یه دکمه سابی که میزنید ممنون میشم. تا یه ویدیو دیگه، بدرود.